پیش از سر کردن ویدیو خواستم برای شما از لباس های مسلمانسکی ترکی کمتر معلوماتی هم همش لباس های یعنی مالی ترک می باشد همش با صفتاش اعلا در کانالی مسلمانسکی одежда همه شهر به دستافکش من نمره تلفنشان رو مانده میتونه شما کدام نمودش معقول شود سکرین شاپ کرده رای کنید به شما میفهمونن نرخش رزمیرش همش نیکیم با صفتی اعلا همش مال های ترکی من در کانالشان در آمده آبونه شوید من این پایینی ویدیو با میمانم سیلکشه در آمده با نگاه کنید که با چه خیل مدل های خوشروی لباس هاشون هست. مرحمت دوستان از لباس های ترکی بهره مند شوید. سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پز های خانگی. ما امروز همراه یک نمود پانچیکی یعنی شکردار میکنید عجایبات با لذت برای افطار ملایمکی خوشخور میبیاد. محصولاتی لازمه برای ما 200 میلی لیتر شیر ما سخت گرم نباشد و 400 گرم آرد، یک دانه تخم، 2 قاشق شکر، نمک. من دراژ گرفتم یعنی دراژ خشکم استفاده برید میشد. اینجا به 15-20 گرم یعنی دراژ تر میتونید یک پشکه دراژ خشک استفاده برید 7 گرم. من 40 گرم یعنی مسلی آب کرشتگی 2 قاشق میشد. میتونید روغنی رستنی هم جاش به استفاده برید. این محصولات ها برای تیار کردن پانچیکی ما لازم است. ما کاسبه میگیریم در اول شیر. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کاری ما با فیض و برکه و آبروتیه. شیر من گرفتیم، نمک من یک دانه تخم مسله گرفتیم، شکر اگر شیرینی دوست دارید میتونید شکرش بسیارتر کنید و دراژه گرفته خوش رو همه محصولات ما یعنی آب میکنیم. همه محصولات ما رو آب کردیم و اکنون آرد همراه کرده خمیر تیار میکنیم. بسم الله. خمیری ما سخت دقیق تیار شد. من زرد خوش رو ما اینو به مدت 1 ساعت یعنی نگاه میداریم خمیر ما که خوش رو ورم کنه. ببینید خمیری ما هم دمگیری که نگاه کنید چه ورمی خوش رو کرده است. ورمی به هر خوش رو کرده. خمیرامای باز والچا تقسیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میتونید کلانتر مایده‌تر کنید. همیشه من یعنی ترازوچی میکنم 90 میکنم. ترازوچی دارو خیلی ترازوکی نباشد میتونید هم تو زوالچا کنید هم میشد شرط نیه. اگر آیلتان کلان باشد میتونید بسیارتر تیار کنید. از به آیلی ما مایده بودم من کمتر تیار کنم. میتونید همینه دوتا ریسیپت یعنی تیار کنید. من داده زوالچی گرفتم باشه سلفان کرم مادام کمتر برای کشادن ملایم شود بعد میکشید. زوالچی ما خوش رو دمگیری من روغن میکنیم درازک چشک من اول و زیر میکنیم من همین طور زیر کرده بعد درازم میکنیم برای اینکه خوش رو میبیاد. من همیشه همین طور یعنی من درازک چشک میکشیم. سلامه کشادیم من ایکس میکنیم یعنی من خمیر میگذارانیم اتگاش مثلی من بولیشکه میدانیم من گذارانیده من دوتا آخرش یک دیگرش بر میچسبانیم. چسبانده من نگاه میداریم 10 دقیقه دیگر یعنی باشه پشت سلفنکی میمانیم خوش رو دم گیرد بعد پخته میگیریم روغن و من میتف شود. طرز ترکنش به حد آسان تماما قین نیه. ترک دم یعنی تیار میکنید برای افطار به حد آسانه برای فرزندایم یعنی نغز ملایمکی. پیشتر همین گونه بولیشکه ها یعنی بسیار بود برای فروش. من اینجا با موزه هستم. من اینه از این نموده یعنی پانچیکش تیار کردم. نقش رو محکم کنید که وقتی که روغن بپرتایید یعنی کشاده نمیشه.
ماشک شده. من سلفان کردم کمتر 10 دقیقه دیگر میسته، یعنی کمتر ورم کند. بعد میپزیم. برای چی؟ برای آنکه باز ما اینو پزیم درونش یعنی خمیرک میموند. اگر ورم کند درونش مثل پخ میشه، یعنی پخته با این سفیدی شروع میشه. برای همین اینه ما کمتر دم میتیم. نگاه کنید پانچیکای ما چقدر شروع ورم کرد. ما اینا که روغن با لابی پست با پخته میگیریم. نگاه کنید خودش سبکی شروع میشه، یعنی نگاه کنید چقدر اومدگی. ما روغن انداختیم. روغنمون نه اونقدر بلند باشد برای اینکه خوش شروع پزد. شروع لابی پست سرخ کنیم. نگاه کنید یک طرفش سرخ شد. ما اینا همشه یعنی چپا میکنیم. نگاه کنید چقدر شروع پخت. ما سرخ کنیم میگیریم. شروع سرخ شد. ما اینو میبرداریم، یعنی بالی سالفیتکا بمیمانیم که روغناش سالفیتکا گیرد. عصبی خمیرشند روغناش بودن بسیار تماما خودش به روغنا نمیگیرد. نگاه کنید چقدر اشتیاق بود. روغنا مایم خوش شروع تازه میستد. نگاه کنید چقدر پخته است. نمیتاب یعنی همشه ما پخته میگیریم. پانچکای پخته من گرفتم. من شکر میتونید ساخرنی پودر باشید. من حاضر شکر و شکلاتکا آرومتیم. دوستیکا فرزنده خواستگی شکلاتکاتی آرومتیم. برای همین برای فرزنده 4-5 دانشه یعنی شکلاتکا آرومتیم. ما متوشه من شکر میپاشیم. نگاه کنید نمودش چقدر. من 4 تاشه شکر کردم. نگاه کنید نمودش چقدر زیبا اومد. من кондитерский мешок با شکلات گرفتم، یعنی من آرومیتیم روی پانچکو مویا. شکلاتیم با نمودش با شکلات که جای بود میشه. کنید چقدر زیبا شد. تر آرومیتیم. خواهید همیشه شکلات کنید یا که ساخرنی پودر کنید یا که شکر کنید. چند تا یعنی واریانت های. می‌بینید پانچکای ما هم تیار شد. نگاه کنید نمودش چقدر اومد. من یعنی شکر دارش و من یعنی شکلات دارش چقدر اومد. عجایب بود. باید اشتیاق آور. من در نشر ریز کردم ببینیم بیاد ملایمن. بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه کنید داخلش چقدر اومده خمیراش عجایب با لذت ملایمکی. یعنی شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. برای افطار کانال ما دستگیری کنید، پادپیساتsia کنید یا دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.